امروز 1 آبان 1404 گفتم یه استوری اینجا بذارم، یه فیلم بگیرم. اومدم پمپ بنزین زدم، پمپچی هم نبود، همه بنزین میزدن، خودشون هم کارت میکشیدن میرفتن. خوشم اومد. رفتم اینجا نوشته یزد پولید گرمابه، بعد بین راهی مهریزه، 5 کیلومتری مهریز. رفتم از سرویس بهداشتی استفاده کنم، دیدم گرمابه بغلشه، خوشم اومد. اومدم گوشیمو برداشتم، بعد رفتم دیدم هیچ کس هم نیست، چه گرمابه، همون گرمابه یا حمام خودم. اینجا هیچکی اینجا نیست، نوشیدنی همه چیز گذاشته اینجا. حالا دمپایه هم کشیدم، اینجا دمپایه هم گذاشته. بعد میای ترتمیز، حوله، همه چیز. بعد اینجا نوشته راننده عزیز با صرفه‌جویی در مصرف آب کمک کن تا این مکان همیشه باز باشن. خیلی خوشم اومد. اینجا 5 کیلومتری مهریز، ایستگاه بین راهی و کلی از این حمام هاست، ردیف، اینا همه حمامه و هیچ کسی هم نیست. دستگاه پوز گذاشته اینجا، کسی چیزی برداشت، خودش از همه چیز هست سنتی، سنگ پا و لیف و حموم و نوشیدنی و این برم همینجور. همینطور مشاهده میکنید هیچ کی نیست، ولی خب مردم اینقدر فرهنگشون بالا رفته، خودشون میان بنزین میزنن، کارت میکشن، حمام هم بخوام برن میرن، هرچند بخوام بخورن میخورن، کارت هم میکشن. منم واقعا بنزین زدم، کسی نبود پمپچی کارت بکشه، خودم کارت کشیدم. حالا اگه اینجا توی خارج بود میگفتن واو چه مردم با فرهنگی. ما ایرانی هم خیلی خوشم میاد به اینجا رسیدیم. گفتم حیف فیلم نگیرم.